وقتی که چنین چیزی بوده، وقتی که یک نفر پناه میاره ترکمن‌ها جعفروایه مردان ازو او رو نمیکشن. اگر اونا آمدن حمله بکنن جواب میدن، اینا هم حمله کردن اونها جواب میدن. در این شرایط بود که یک روزی، من خیلی خلاصه میکنم اینجا، که شما به طور مختصر و خلاصه وز به دستتون بیاد که بعد خیلی جزئیاتش، روی جزئیاتش مکس میکنیم بعد تا هر وقت فرصتی پیدا شد. یه روز فکر میکنم عاید بود به نظرم، خبر اومد که بله یک عده ترکمن که از جمله عطاخان، عرض کنم روم خان، یک عده دیگری که مثلا رفته بودن فرماندار استراوات، اینا را خواسته بود برای موضوع که میشه میخواست که چون سواره نوکری مثلا چیز میکردن، حقوقشون رو میدادن، چند نفر ترکمن ها رو مثلا با ناموی نوکر که یعنی یک سواره به وسیله یک خان برای اینکه شروع نکنن، دعوا نکنن، جنگی نشه بین خودشون، یه همچین آدمی رو خان میکردن و بعد یک عده نوکر داشتن که اونها حقوق فرماندار استراوات دعوت میکنن که نه برای یک کار موضوع بیشتر عطاخان. وقتی که این عطاخان در حدود 7 نفر میره به استراوات که این کار همیشه تکرار میشده، میرفتن میامدن، کارهای خودشون رو، مناسبات خودشون رو انجام میدادن و حقوقشون رو میگرفتن میامدن. این دفعه فرماندار استراوات که اون یا رحمت خان حکیمی باشه، یک عده‌ای رو در راه برگشت این عطاخان و این چیز ترکمن ها میداره، یک عده سروار. وقتی که دروازه مغرب در حدود 1 کیلومتر از استراوات اون موقع دو میشن، یک دفعه همه اینا را غافلگیر میکنند و با تیر همه اینا را میکشند. کریم مردنامی در اون بوده که خودش به مردنه میزنه و وقتی که وقت تاریک میشه پای پیاده میاد به اوبه نفس سردار که اونجا جریان رو به ترکمن ها اطلاع میده. ترکمن های خشمگین در اونجا خانها و مثلا عده‌ای که تفنگ میتونستن بگیرن جمع بشن و خانهای ترکمن هم تقریبا در اونجا جمع میشن، اعلان جنگ بدن به فرماندار استراوات. چون چله دهاتی هایی که در اونجا فارس نشین بودن با اون هم همینطور. در همون حیثیت که در اونجا جمع شده بودن در اطراف روشن که اینا آماده میشن، میبینن از دور یک گاری داره میاد کشان اومد دارن اینا همه مسلح سواره میان، میبینن که بله استوار مولوسی نیازی چند نفر ناشی که ترکمن ها کشته شده بودن اونجا، اینها رو با اجازه و به دستور سرحکمی بار میکنن به گاری میارن به ترکمن ها به همونجا تحویل میده. ترکمن ها اول میخواست حمله میکنن به مولوسی نیاز،
که اینم بکشن اومد یا سلی هم میگن که این چیزی نداره، تازه نشای مرا آورده و این باید دستخواست داد، نه اینکه او رو کشت. این کاری نبود قرآن. بدین ترتیب مولا حسین نجات پیدا میکنه. این وقایع رو من از خود مولا حسین استوار مولا حسین نوازی شنیدم. به من در تهران این موضوع رو به تفصیل گفت. پس این هنوز ترکمن صحرا در این شرایط خود مختاری کامل رو در اختیار خودشون داشتن بودن. این بود زد و خورد ادامه داشت تقریبا 1 سال. یک دفعه که ما بچه 7 ساله بودیم، یک دفعه دیدیم که آتوای جوهروای با هم خونی بودن، چند دست سوار آتوای در حدود 70-80 نفر سواره در دور پیدا شده، یک دفعه با تمام قدرت شد تفنگ‌هایشون به هوا شلیک کردن. با هوا ترسیده بود، دویدیم اون بریم نه. بزرگان گفتن نه، اونا اومدن برای آشتی. بدین ترتیب اونها اومدن به امچلی، آتوای ها در حدود اومدن به امچلی. یک شبی اونجا خوابیدن. فرداش تمام بزرگان جعفروای هم، آخون، سردار، عرض کنم که خان، تقریبا همشون یعنی بزرگان ایل، اونها اومدن امچلی. اینها دور هم در کنار رودخانه گرگان سمت مشرقش یک درخت توت بسیار بزرگی بوده که این درخت توت مال دیوانه طایفه فن، دیوانه فن توتی، توت آجی. زیر سایه او جلسه بزرگان، جلسه ریشت ویدار تشکیل دادن. آقساقالر و ریشت ویدار. ما هم 5-6 نفر بچه، چون درخت توت گنده بود بالای درخت توت، شاخه های او نشستیم و زیر پایین اونها را میبینیم که یک دایره اینها زدن. 1-2 نفر سوال میده. آخوند هم جمع شدن اونجا، عثمان آخون هم بوده، ادریس آخون هم بوده، نور آخون هم بوده. یک سوالات اونجا بهشون میدن بین خودشون، اون وقت به ترکمنی میگن راضی. ما همه دست جمعی میگن راضی. ما هم که چیزی نمیفهمیدیم به بالا داد میکشیدیم راضی. مسائلی زیاد مطرح کردند. اول مطرح میکنه، یکی تشریح میکنه، بعد میپرسه راضی هستید یا نه به این تصمیمی که گرفته شده. اونها میگن یا آره یا نه به همون ترکمنیش، که این به عنوان یک سند عینی باشه. گاهی ترکمنیش هم مثلا گوینده میگه اینو. از این ترتیب یک همچین جلسه‌ای تشکیل شده. در این جلسه مهمترین تصمیمی که گرفته شده اعلان استقلال کامل ترکمن‌های دست ترکمن ایران.